نیوگان تاجیکان از دوره‌های قدیم در 4 فصل سال 4 جشن مخصوص طبیعت را قید می‌کردند که هر یکی آنها با عنصرهای مادی طبیعت پیوند دارند. نوروز در بهار تجلیل شده مربوط به زمین و خاک میباشد. در تابستان اجدادان ما تیرگان را جشن می‌گرفتند که آن به آب علاقه‌مند بود. مهرگان جشن تیرماهی عید حاصلات بوده به آسمان و هوا و خورشید ربط دارد. در محور جشن چهارم صده آتش قرار گرفته است. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگش از فروغ آذرنگ. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همه کرد و خواند آفرین. که او را فروغ چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. زی هوشنگ ماند این صده یادگار، بس باد چون او دیگر شهریار. کودک را از روز تولد تا 40 روز نهایت احتیاط میشن. این کودک خورشید است که از هر بلاهای و نیروهای اهریمنی ایمن نگاه دارند. چرا این طور است؟ چون که تمام زندگی انسان به همون خورشید وابسته است، به گرمی خورشید وابسته است. چون که زمستان که آمد خوراک تمام می شود، همه غذاها در زیر برف است، سرما است، خنکی است. از این خاطر نقش خورشید از زمانهای قدیم در بین مردمان زیاد عالم مهم بود، نه تنها ما. فقط خوشبختی ما آن است که ما از هم تولد خورشید تا روزی به پایان رسیدن به گفته عالمان دانشمندان مرگ خورشید جشن‌های گوناگون داریم. شب یلدا، صده، نوروز، تیرگان، مهرگان، اینا همه یک گردشی است که به خورشید وابسته است، یک چرخشی است که به خورشید وابسته است. از این خاطر وقتی که خورشید 40 روزه شد، مردم با نور خورشید از زمین یعنی به آتش گلخان‌های زیاد می‌افروزند در همه گوشه کناری مردم ایرانی تبار، آریایی تبار، به خصوص این منطقه، که به خورشید مدد کنند که اون نیروهای اهریمنی او را نابود نسازد. یعنی اون نورش را بیشتر به تمام عالم درخشاند، پاش دهد. ایدهای قدیمترین تاجیکان زراعتکار میباشند که از دور قدیم همچون ایدی تقویمی ما جشن میگرفتیم. این اید یگان به دین دخالت هم نداشت، چون که تاجیکان زراعتکار بودن در قدیم و ایدهای به خود خاص داشتند، همین جشن میگرفتند. یکی از آن ایدها ایدی صده میباشد. در کوهستان تاجیکستان ایدی هود میگفتند، جشن میگرفتند. در دیگر جای هجده بزکوش میگفتند. همین اید رو مثال دهقان میخواست که طبیعت به همین دهقان رحم کند و مثال برفو تستر آب شوند و دهقان آماده به کارهای صحرایی کند و همین اید رو جشن میگرفت، همین اید صده رو. و برای نگاه داشتن همین فضا و همین گرمی مردم کوشش میکردند که در حوله های خود، در دگدان های خود، در آتشدان های خود علو رو فراوانتر کنند و تا که این گرمی طبیعت رو با گرمی خانه و گرمی دل های خود نگاه دارند. خورسندی میکردند، خوراک میپختند، گرد هم می اومدند و گویا که این تولید بهار نو است، تولید فصل نو و غلبه بر چی است؟ بر زمستان است، بر سرما است. غایه اساسی جشن صده گرامی داشت نور و روشنایی به گرمی می باشد. مردم با افروختن آتش فصل بهار و گرمی و روشنی را دعوت می کردند. مراد و مقصد مردم از برگزاری آن آغاز نمودن آمادگی ها به کارهای کشاورزی و باغداری می باشد. وقتی که جشن صده فرا می رسد، کشاورزان ما
جمع دهقانان ما به یخابمونی شروع میکنند و این یخابمونی از اهمیت‌های خاص برخوردار است. وقتی که یخاب میمونند تمام آن حشراتی که در قعر زمین نهان است و تمام آن چیزهایی که برای رشد و نموی رستنی و درختان مانع میشوند اینها همه نابود میگردند و یخابمونی من بعد امکانیت می‌دهد که رشد و نموی درختان و سبزش رستنی ها افزون گردد. فهم و درک جشن صدای ما از اسطوره پرومته یونانی به کلی فرق میکنه. اینجا آهنگ زنده دلی، آهنگ یک نوع معنا و مضمونی گرامی داشتن زندگی، همه وقت به آینده با چشم امید نگریستن، همه وقت از آینده امید بهبودی داشتن، امید نکویی داشتن. این گونه یک نوع آهنگ‌های حیات دوستانه در این جشن صده است. برای همینم وقتی که همین صده کی شد، مثلا دوره‌های پیش دهقانان علاقه به کار شروع میکردن، یعنی یخابمونی میکردن و زمین آماده میکردن فلان میسودن. اما سالهایی که مثلا برف فراوان میریخت و چی میشد، دهقانان خیلی تشویش اونها کمتر میشد. انا ببینید که امسال هم انا خوشبختانه این برف های زیادی ریخت در وادی ها و در چیزها و امید است که همین جشن صده امسال باعثی فراوان حاصلی و باعثی خیلی زیاد خیلی بهتر شدنی تأمین مردم با غذا، با مواد غذا خواهد شد. همین که حساب هست، حساب از تولد آفتاب تا مرگ آفتاب، این خودش میداد جشن کشاورزی، دهقانی، کشتکار است. اصلا گرید همش جشن از شب یلدا سر میشد و صده، نوروز، ترگان، مهرگان و غیره. نگاه کنید چون که آفتاب نبارد کشتکار از کجا میشد؟ غله و دانه از کجا میشد؟ میوه اینها کجا میشد؟ همش پیوست. آفتاب برآمد، ما در 40 روزگی جشن صده را گرفتیم، تیاری به کشتکار و دهقانی است. در نوروز الگای جشن و تنتنه همه خرسند میشیم، مشغول کشتکار بشیم. از نوروز بعد اون طرف تا ترگان، در ترگان الگای غله میدوریم، گندم و جو و این چیزها مشغول میشد. بعد از ترگان تا مهرگان، عرفه مهرگان میشد چیز همه میوه و همه آن چیزی که دهقان کشت کرده است آنها را جمع میبریم، باز در مهرگان تنتنه میکنیم. این در حقیقت یک جشن اساسی کشتکار و کشاورزان و دهقانان که اشتباه نمیکنیم. همین طور است. در طبیعت دو انقلاب است، یکی انقلاب زمستانه و انقلاب تابستانه. انقلاب زمستانه ما همون شب یلدایی که ما گفتیم، یعنی وای انقلاب کرد، روزها کوتاه شدند، کوتاه‌ترین روز و این حرکت به سوی انقلاب بهار تابستانه است و روزها زیاد میشن، روزها دراز میشن، روزها گرم میشن، سردی کم میشد، گرمی افزایش می‌یابد و همین است جوهر جشن صده. بنا به اندیشه پروفسور فولکلورشناس تاجیک روشن رحمانی، تاریخ و پیدایش جشن صده که مربوط به خورشید و آتش می باشد، به زمان پیش از آریایی حتی از آن هم دورتر می رسد. آن در فرهنگ شفاهی و اسطوره ها ارزی هستی نموده توسط این دو سرچشمه به آثار خطی راه یافته است. موصوف ابراز می دارد که هرچند در این مورد نظرها مختلف باشند هم این جشن از قوم آریایی ها سرچشمه گرفته است. رمز اساسی آن خورشید و آتش است که به طبیعت روشنایی و زندگی عطا می کند. طوری که پیشوای معظم ملتمان محترم امام رحمان گفتند که هم جشن‌های باشکوهی ما آهسته آهسته به یونسکو پیشنهاد شود که چندین جشن‌های گذشته ما از جمله نوروز که پیشنهاد شد، تمام دنیا در روزهای نوروز خوشبختانه آن را جشن می‌گیرند و هر کسی که شاد و نشاط و دوستدار این زمین این خورشید است صده را جشن می‌گیرد.
سال به سال جشن با شکوفتر، گلخانه افروزی، مردم شاد، خرسند. علاقه از طریق واسطه‌های اخبار می‌بینن که جشن صدر چی است. این یک جشن طبیعی است و یگان دین و آیین اینها ارتباط ندارد. مهمترین است. خصوصا من همیشه روز که جشن شروع شد، من در همه جا می‌بینم که شادی و نشاطی مردم زیاد است. در باغ‌ها، در سیرگاه‌ها، خصوصا در نوروزگاه، در باغ ایران، در باغ فردوسی می‌بینیم که علاقه آمادگی به این جشن خیلی ادامه دارد و مردم با افتخار به جشن گرفتن جشن صدر می‌روند. کاملا یک عنصر فرهنگی است. عنصر فرهنگی است، این معنای دنیوی دارد، چون که آخر ما وقتی که ماخذی همین چیزا فکر میکنیم، اندیشه میکنیم، این شاهنامه است و بنابراین این چیزا ما باید گرامی بداریم و با دین و آیین و با بسیار چیزهای اعتقادی باید وابسته نکنیم، باید علاقمند نکنیم، زیرا که این تماما دیگر است. این چیز یک نوع به جشن مردمی تبدیل یافته است. این همین جشن ها عادتا با مرور زمان اگرچند پیدایششون ماخذشون سرچشمش گوناگون باشد، اما وقتی که عمومی میشن، مردمی میشن، اون دیگر چیزی دنیوی میگیرد، اون دیگر مثلا معنای زمانوی میگیرد. این علاقه به جوش و خروش مردم برای شروع به حیات نو، بهار که شد حیات نو شروع میشد. ما البته رمزی بگیم حیات دائم ادامه دارد، اما وقتی که بهار شد زندگی گویا از نو، از صفر آغاز می شود. ببینید که از دانه ها از خاک می رویند، ببینید که رستنی ها می رویند، ببینید که همه جا کبودیزار می شود، ببینید که دهقان با کشت و کار آغاز می کنند و حیات نو، حیات نوی انسانی بشری آغاز می شود. به این معنا که از سال تا سال، مثلا در همین 4 فصل سالی که ما به سر میبریم، همه این شهرها دارد، همه این مثلا یک مضمون علایده و مضمون خاص دارد. همه اینها مثلا آغازش مثلا رشد و نمو است، آخرش مثلا تیرماه که خزان است، مثل عمر آدمی. گذشتگان ملت تاجیک به ساحه کشاورزی شوق و علاقمندی داشته به زمین و چارواداری توجه خاصه می‌دادند. از بس که جشن صدر سپری شدن زمستان و نزدیک شدن فصل بهار و فرارسی نوروز مژده می‌داد، کشاورزان این جشن را به صبرانه انتظار می‌شدند. محض همین است که صدر را جشن همگانی نام می‌برند. امروز هم عالمان اکادمی کشاورزی علم‌های جمهوری تاجیکستان، هم عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان و هم البته دهقانان تجربه دار امروز توسط صدا و سیما برآمد میکنند و دستورها انتشار میکنند تا که به تمام دهقانان جمهوری تاجیکستان دسترس باشد و مخصوصا همین جشن صدر شدگار کردن، اول یک خوابمونی، بعد شدگار کردن، بعد بیخ درختان نرم کردن و بیخ درختان را سفید کردن و بعض نوری های مینرالی را استفاده کردن، عالمان ما همه روزه هم مصلحت میتن و هم دستورهای مفید امروز چاپ کرده ایستادند که برای کل مردم جمهوری تاجیکستان دسترس باشد. زیرا جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای بسیار خوشباد و هوای هست و زمینهای حاصلخیز هم دارد و امروز فقط دهقانان و عموما جمع مردم ما را ضرور است که مهنت کنیم تا حاصل خوب در تیرماه یا در جشن مهرگان دریافت نماییم. 4 عنصر ذاتی گفتیم. در این باره من یک چیزی را باید بگویم که آب است و هوا است و خاک است و آتش. همین مثلا انا حسین واعظ کاشفی همین شرح میده که با 4 قشر جامعه پیوند میدهد. مثلا آب را با اهل معامله یا که چیز اهل تجارت چی میکنه که اونا مال و کالا و این با تجارت مشغول میشن، مردم تامین میکنن. مثلا هوا رو با اهل قلم، با دبیران و با نویسندگان و با شاعران و با فیلسوفان و حکیمان، اونهایی که با کتاب سر و کار دارن، و خاکش اونهایی که اهل زراعت میگوید، یعنی اونهایی که با کشاورزی مشغولن. خاک یعنی همین گونه یک شرح بسیار زیبایی دارد انا حسین واعظ کاشفی. یعنی همین جشن صدر به خاک نسبت دارد، چون که خاک هم از خفتگی بیدار می شود، از خواب
انا زمستانی برمیخیزد و آماده میشود برای کشت و برای حاصل دادن. ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطن نوروز، صدر، تیرگان و مهرگان است. دروازه نوروز است جشنی صدای میهن، بگذار فروزان باد آتش کدای میهن. جشنی صدای مهر از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. موافق تحقیقات علمی عید صده تاریخی از 3 تا 5 هزار ساله را دارا می باشد. به عقیده عالمان ساحه یکی از طعام‌های اساسی جشن صده شیروغن می باشد. از فصل تیرماه زنان برای آماده کردن طعام مراسمی در این جشن به درون روغنچیمه یعنی کوزه برای نگهداری روغن یعنی روغن زرد گذاشته بالایش را با خمیر روی پوش می کردند و بالای خمیر باز یک مرتبه بالای اندازه نموده تگی زمین می خوابانیدند. محمد نعیم رحیمов درباره همون عید صده که در همون وقتی جشن میگرفتن مثل مقاله نویسته و باز کتاب نویسته. در همون جا همین محمد نعیم رحیمов میگه که همین عید صده رو در سالهای پنجم عصر 20 همچون عید هود جشن میگرفتن. برای همین عید مثل تیرامو از تیرامو سر کرده در یک کوزه کلان که روغنچیمه نام داشت، روغنچیمه در همونجا روغن زرد رو چی میکردن؟ ذخیره میکردن، بالاش رو بالای محکم میکردن و در تگ زمین گور میکردن. مثل به روغن هم میموندن که همین روغن چقدر نمیشدن، همون روغن تو عید صده میستاد. تنها روز عید صده زنهای خونه حق داشتن که از تگ زمین همون روغن رو برارن و از وی خوراک پزن. یعنی اینا بینه از همین عید تیرامو سر کرده به عید همین صده آمادگی میدیدن، میدونستن که همین عید جشن گرفتن در کل. همین را گفتن هم لازم است که جشن‌های ما سنت‌های خاص خودشان دارند. وقتی که جشن نوروز است، رمز جشن نوروز سفیدی است. مردم کوشش میکنند که سحر شیر سفید نوشند و تمام ظرف‌هایشان را میسین میکنند، یعنی سفید میکردند. و رمز جشن مهرگان ارغوانی هست. مردم شیر را با میوه ها آمیخته میکردند و همون وقتی که آمیخته میکردند میگفتن شیر رقیق یا شیر مهرگانی. حتی متاع دسترخوانشان هم ارغوانی میشد. و جشن صده این هم در جشن صده هم میوه چیزی مقدس است، اما خشک میوه. چون که جشن صده الکی معلوم است که در عرفه زمستان است، مثلا در 30 انور. برای همین خشک میوه میگذارند، مثلا زردالو قاق یا غولینگ میگوییم و مثلا از توت، میوه های توتی که قاق هستند و تمام میوه هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان میروید و همین نمونه های خشکش و در سرخان میگذارند. یعنی میوه های خشک را گذاشتن در صده در گذشته هم رسم بود و امروز هم رسم هست. با همون روغن زرد میکردن همه چیزه. مثل روغن جوشی این یک خوراکی در طبقه کلان چوبین، مثل ما در اکسپدیسیا دیدیم همین 1 متر طبق، همین دیامترش 1 متر در همون طبقه کلانی که همین خیلی دیامتر کلان دارن در همونجا روغن جوشی میکردن، شیر روغن میکردن. مثل نون مایده ریزه کردن، همون چپاتی مایده ریزه میکردن و از بالاش روغن جوش کردگی میریختن، داغ کردگی و از بالاش و روغن زرد رو داغ کرده از بالاش میریختن و همه کسا هم خیلی یک جایه به یک جایه شده همین خوراک استعمال میکردن. اجدادان گذشته ما در میدانهای وسیع تمام شب گلخن افروخته در اطراف آن رقص و بازی میکردند. در جشنگاه شاهان و امیران جمع می آمدند، خرسندی میکردند، بزمها میآراستند و شاعران از مورد مساعد استفاده کرده در وصف آتش شاهان و امیران شعرها میخواندند.
мардуми бархе аз маҳаллаҳои бадахшон низ тибқи анъана марҳилаи нахустини омодагӣ ба шогунбаҳоро ҷашн мегирифтанд. ин маросим аз паси сар шудани чилаи зимистон ва берун шудани офтоб аз бурҷи шитоб ва оғози қувват гирифтани нурҳои шамси оламтоб мужда медиҳад ва дар ноҳияи шуғнону рӯшон ва ишкоши мурошқала бо номи хирпичор ва дар маҳаллаи язгуломи ноҳияи ванҷ бо номи граваш маълум мебошад. ба умеди бештар шудани файзи хир яъне хуршед дар ин рӯз катбонуҳо аз орди гандум отала пухта ба рӯи сутунҳои хона гарди орд рамзи покӣ ва сафедӣ мемолиданд. дар Бадахшон курпои сурха мебуровардан дар кӯча меавехтанд. мисол ҳаво вайрон мешуд, амун наврӯз ба як ҳафта пеш болишту чию ҳама чия кӯчада офтоб мекарданд. ҳамин кӯшиш мекарданд ки ранги сурха офтоб кунанд. ҳамин маънош ҳамин ки гармӣ меоварда, ранге ки ҳаво нағз мешуда, гармӣ меомада. ҳамин ранги сурха маъно дорад. ҳамин ранги офтоба, ранги хуршеда. ҳамин сурх дастархон меороянд, хӯрок мепазанд, хӯрокҳои ҳамин тамоми ҳамин чизо аз гандуму аз дигар чизо бо истифода аз зироате ки доштанд, меваҷоте ки доштанд, масалан шумо дидед ки санҷид дар унҷо асту, дигар чормағз асту, дигар хӯрокҳое ки барои ғизои бадани инсон бисёр муфид аст, барои ғизои бадани инсонро қувват мекунад, қувват мебахшад, онҳоро истифода мекунад. ва баъд хонаро озода мекунанд, хӯрокро пеш рӯи дастархон мемонанд. албатта хӯрок дар болои ҳамун оташдон ки алангаи бисёр баланд дорад чӣ мешавад, тайёр мешавад ва баъд хӯрокро ба пеши фарзандон ё ки дӯстону бародарон ҳамонҷо мемонанд ва мавриди истифода мекунанд. вақте ки ҳамин худи мардум ки муайян мекунанд аз рӯи боду ҳаво ва дар баъзе минтақаҳо сангҳое ҳастанд, сангҳои калон ҳастанд, масалан минтақаи Зарафшонба дар чанд деҳаҳо санге ҳаст. вақте ки офтоб ба ҳамон мерасад, аллакай ҷашну муайян мекунанд ва инҳо албатта хоси инҳо бисёр хусусиятҳои фарҳангӣ ки доранд ва ин ҳам албатта тасодуфӣ нест. ин дар гузашти зиндагӣ аз таҷрибаи мардум бармеояд ва бинед ки мардуми ҳушёри мо ки дар гузашта ки илму техника тараққӣ накардагӣ буд, аз ҳамин нишонаҳо аллакай дар меёфтанд ҷашнҳоро. яъне сада омодагӣ ба кишту кори баҳорист. дар ин ҳангом техника таъмир гардида ба мавсим тайёрӣ ва яххобмонии баъзе қитъаҳои замин ба роҳ монда мешавад. дар сада деҳқонон ба такопу даромада ба корҳои баҳорӣ омодагӣ мегиранд. ҷавҳари сада аз ҷанбаҳои инсонпарварона, дӯст доштани табиат ва расидан ба қадри обу замини диёр иборат мебошад. пеш аз ҳама худи вожаи сада чӣ маъно дорад? дар бораи вожаи сада фикрҳо хеле гуногун ҳастанд. аз он ҷумла бархе мегӯянд ки ин калимаи адади сад аст, бархе мегӯянд ки ин сад ин маънои лафзияш сад нест, балки маънои маҷозӣ дорад, яъне ба вуҷуд омадани оташ, мисли ки одамон аввалин бор оташро кашф карданд ва санг мезанад ва зарра ба вуҷуд мебияд ва кашф мешавад ки ба воситаи гармӣ зиндагиро тағйир додан, ғизоро тағйир додан, ақл ва фаросати инсон намӯ мекунад ва ҳамин ҷашн аз ҳамин ҷо гӯё оғоз шудааст. инчунин суннатҳои иди сада низ аз дили мардум зудода нагашта ва онро дар маҳаллаҳо вобаста ба шароиту вазъи ҳол ҷашн мегиранд. суннати сада афрохтани оташ то имрӯз дар рӯзи ҷашн ба ҳукми анъана даромадааст. таҷлили пуршукӯҳи ҷашнҳои аҷдодӣ амали хайрест барои имрӯзиёну ояндагон. وطن
кишоварзони кӯҳистон бо назардошти шароити табиии маҳал тақвимеро тартиб доданд ва ҳамин тариқ ҳаракати рамзии офтоб кулли узвҳои баданро тай карда бо расидан ба мағзи сари инсон тақвим ба охир мерасад. аммо пас аз чанд муддате ки офтоб дар роҳи ҳаракат аз нохун ба зону мерасад, марҳилаи дуюми омодагӣ ба наврӯз таҷлил мешавад. از زمانهای قدیم که اون وقت ساعت نبود، اون وقت رو چخیل حساب میکردن نبود، وقت رو اصلا آفتاب حساب میکردن. برآمد آفتاب و بعدتر مهتاب، چون که خورشید اساسی که بود، یعنی آفتاب که اساسی که بود. مثلا در منطقه‌های گوناگون در همه جا، از جمله در بدخشان از نوک پا تا فرق سر، در کجا که مثلا در کدام قله کوه یا تپه یا بلندی یا سنگ آفتاب آمد، از روی همون معین میکنن که مثلا چله آمد 20 روز شد، 40 روز شد، نوروز من نزدیک آمد و غیره و کذا. همین چیز در وادی رشت چیز تا حاضر در ذهنی موی سفیداری نمانده. در ختلان زمین در یاد کلان سالان این چیزها هست. یعنی تا همین روزها در فرهنگ سنتی ما دهان به دهان این چیز رسیده است. یعنی مردم موافق گردش آفتاب، چرخشی آفتاب هم به کشت کار، هم به چارواداری، هم به زندگی خود می‌رسیدند. بعد از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان، جشن صده احیای دوباره پیدا نمود. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، جشن صده، مهرگان و نوروز همچون عیدهای ملی با شکوه تجلیل می‌گردند. جشنی صدای میهن از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. جشنی صدای میهن از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. این ملت آتش دل در ساعت میعادش، این مشعل را افروخت از آتش بنیادش. جشنی صدای میهن از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. بر رغم شبانی سر این مهر فروزان باد، این آتشی سازنده یک عمر به جولان باد. با آتشی آتش ها افروختن آموزیم، که نوحی الوهم را انداخته و سوزیم. جشنی صدای میهن از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. این آتش اجدادی بگذار فروزان باد، این مهر بسد عشق و اظهار فروزان باد. این آتش اجدادی بگذار فروزان باد، این مهر بسد عشق و اظهار فروزان باد. با رقص اهورایی با شاگونی زردشتی، در آتش ظلمت سوز از بین رود زشتی. در روزه نوروز است جشنی صدای میهن، بگذار فروزان باد آتش کدای میهن. جشنی صدای میهن از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید.